سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل خودتون یعنی موویکس گیم. امروز اومدیم با آموزش گلد، دایموند و داماس کردن گان. پس لایک و سابو بزن که بریم بهتون یاد بدم. برای گلد کردن گان اول بریم ترتیبش رو بهتون میگم دیگه. برای رایفل اول، برای اسولت رایفلا باید اول 600 تا کیل بگیری عادی، 50 تا کیل هیپ فایر بزنی یعنی ایم نگیری بزنی، بعدش 80 تا کیل از راه دور بزنی، 125 تا کیل فول اتچمنت یعنی 5 تا اتچمنت تو چیده بودی، مثلا برل همه اینا رو چیده باشی. 100 تا کیل با هدشات باید بزنی، تو هدش باید بزنی و 80 تا کیل هم بدون اتچمنت یعنی با رایفل معمولی بزنی، اصلا اتچمنتی روش نباشه. بریم بهتون اسنایپ رو یاد بدم. اسنایپ باید اول بذارید برم تو اون یکی، فکر کنم اولش باید 300 400 کیل بزنی، 350 تا کیل بگیری، 45 تا نشسته کیل بگیری، 120 تا از راه دور باید بزنی که قبول شه، 125 تا فول اتچمنت که بهتون گفتم باید 5 تا اتچمنتش روش باشه، 50 تا هم هد شات و 60 تا هم بدون اتچمنت دیگه، بدون اتچمنت باید بزنی. تو آرپیدیا یعنی تو آرپیدیا تو دینامت تو چیزا اسمشون هم یادم رفت چی این ال ام جی تو ال ام جی کمو اول 400 تا باید کیل بگیری، 45 تا هیپ فایر باید بزنی، 45 تا از راه دور باید کیل بگیری، 125 تا هم باید فول اتچمنت بزنیم، 50 تا هم هد و 60 تا هم بدون اتچمنت دیگه. خب بریم سراغ اس ام جی ها. 400 تا کیل بگیر، 75 تا هیپ فایر بزن، ایم نگیری بزنی، 45 تا لانگ از راه دور باید بزنیم، بعدش 200 تا هم فول اتچمنت، گفتم که باید 5 تا اتچمنت روش باشه، 4 تا هم بشینی قبول نیست، 80 تا هم باید هد بزنی و 60 تا هم که باید نو اتچمنت بزنی، با گان معمولی باید بزنی. شاتگانا تو شاتگانا کما اول 300 تا کیل باید بگیری، 50 تا هیپ فایر باید بزنی دومی، سومی باید 30 تا دو تا پشت سر هم بزنی، یعنی 2 تا که کیل گرفتی دیگه نزنی، بعد چند ثانیه بعدش بزنی. بعد 200 تا کیل فول اتچمنت، 5 تا اتچمنت روش باشه، 40 تا هم هد شات و 80 تا هم که بدون اتچمنت با گان معمولی ساده بدون هیچ اتچمنتی بزنی. حالا مارکسمن 350 تا کیل بگیر، 45 تا نشسته، 120 تا از راه دور باید کیل بگیری، 125 تا هم فول اتچمنت و 50 تا هم هدشات و 60 تا هم بدون اتچمنت دیگه با گان معمولی. خب بریم سراغ نایفا و کلت و استعمارس اون چیزا. اول میریم سراغ پیستولا. بریم برای پیستول کمو اول باید 200 تا کیل بگیری، دومی 25 تا هیپ فایر ایم نگیری بزنی، 25 تا از راه دور باید کیل بگیری، 90 تا هم فول اتچمنت، 45 تا هدشات و 60 تا هم بدون اتچمنت دیگه با کلت ساده باید بزنی. برای نایفا، این نایفی که البته بودم کلت نداشته باشه، بریم اینجا. برای نایفا باید 50 تا کیل بگیری، 30 تا هم از پشت باید طرفو بزنی، 30 تا هم نشسته یا در حال اسلال. البته بعضی موقع اسلال میزنید نمیگیرم، اون نشسته بزنید بهتره. 30 تا کیل هم 2 تا پشت سر هم بزنید که بهتون گفتم 2 تا باید بزنید. 50 تا هم با پرک دد سایلنت، حالا بذار بعدی هم بهتون گفتم میریم ما پرک دد سایلنت رو میبینیم. 18 تا هم 3 تا، یعنی 3 تا زدی وایسا دوباره 3 تا بزن، اینجوری 3 تا 18 تا باید کیل بگیری. خب پرک دد سایلنت چی بود که بهتون گفتم؟ میایم اینجا تو پرک آبیا، میایم این بر یه دونه هست دد سایلنت صدا پای دیگه، یعنی صدا پا نمیدی، این پرکو باید بذاری و باهاش با نایف کیل بگیری دیگه اینجوری. خب حالا تو لانچرا استعمارس رو اگه بخوای گلد کنی 50 تا کیل باید بگیری، 30 تا یو ای وی رو بزنید. حالا یو ای وی بذار بهتون بگم کدومه. یو ای وی همینه دیگه که طرفو نشون میده تو مپ کجاست، باید اینا رو هواپیماش که میاد بزنید با استعمارس. 30 تا یو ای وی که گفتم. خب 30 تا نشسته باید بعد کیل بگیرین، بعد اسکور استرایک باید 30 تا کیل بگیرید. اسکور استرایک مثل همون یو ای وی دیگه، هواپیمایی که تو مولتی استفاده میکنی میان رو هوا، اونا رو باید با استعمارس بزنید که قبول شه. 50 تا انمی هم با استفاده از پرک کولد بلاد. کولد بلاد حالا بهتون میگم بعد این چیه. بعدش هم 18 تا کیل دابل کیل باید بگیرید دیگه، یعنی وقتی با یه تیر که میزنید 2 نفر رو باید بزنید، دابل کیل میشه اینجا.
بعد اون قبلی هم که گفتم کولد بلاد میایم تو پرک سبز. کولد بلاد کدومه؟ اینه که عکس چشم داره که نمیتونه مثلا ببینه. این پرک کولد بلاده، اینو باید بذارید و برید باش کیل بگیرین دیگه. همین قشنگ میتونید گلد کنید. بعد برای حالا بذار بهتون چیزو بگم، دایموند و داماس کردن گان دیگه. برای گلد کردن باید همه اون کمایی که بهت گفتن رو چیز کنید دیگه، یعنی باز کنید، همون نمیدونم 2 کیل بزنید. برای دایموند کردن باید برای هر کدوم متغیر، مثلا بخوام بگم برای لوکاس ببین من گلد که وا کردم، بعد واسه دایموندش باید 120 تا کیل تو هر مچ 10 تا کیل، یعنی من یه مچ فری فورال استارت میکردم شیپمنت 20 تا کیل 10 تا کیل با گان مورد نظرم میزدم، بعدش یه بار قبول میشد، یعنی من باید این دوره رو 120 بار ادامه بدم که دایموندش باشه. بعد برای پلاتینم باید کل گانای دستمون رو گلد کنیم، مثلا اسنایپر اگه میخواید اسنایپاتون رو پلاتین کنین باید کل گاناتون رو گلد کنید، کل اسنایپاتون رو گلد کنید که پلاتینتون باز شه. و برای داماس کردن هم اینه که کل نمیدونم گان، کولد، نایف، لانچر همه رو باید گلد کنید که داماستون هم باز شه. خیلی ممنون که با من تا اینجا همراه بودین. اگه خوشتون اومد لایک و سابرم بزنید. فعلا بدرود.